وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. اینک به عون الله تعالی ما درسای خود را دوام میدهیم از کتاب دروس اللغة العربیه، یعنی درسای زبان عربی لغیر الناطقین بها، برای کسانی که با آن حرف نمیزنند. درس امروزی ما به عون الله تعالی الدرس السادس عشر، یعنی درسی 16. درسی 16 نیز مانند درس های گذشته کلمه های نو دارد و همچنین بعض قواعد دارد. نعم، الكلمات الجديدة للدرس السادس عشر، کلمه های نو برای درسی 16. قلم، قلم می شود، جمعش اقلام، این را جمع تکسیر می گویند. دفتر، دفتر جمعش دفاتر، این را جمعی تکسیر می نامند و الممنوع من الصرف می باشد، صيغة منتهى الجموع. بلجیکا، بلگیا، بیت خانه، جمعش بیوت. درس، درس جمعش دروس. باب، در جمع ابواب. نهر، جوی جمعش انهار، یکی دریا میشود. جبل، کوه جمعش جبال. كلب، سگ جمعش كلاب. بحر جمعش بحار. بحار بكسر الباء، بحر. نعم. حمار، خر جمعش حمر يوكي حمير. حمر، حمیر، دو تا جمع دارد، هر دویشان جمعی شکسته می باشد. سریر، کت جمعش سرور. مکتبه، کتابخانه جمعش مکتبات. فندق، مهمانخانه. فنادق جمع. ساعة، ساعات. ساعات جمع. سيارة، نقليات. سيارات جمع. این بود یعنی کلمه های نو آیدی درسی 16. الدرس السادس عشر، درس 16.
خیلی هم درسی کوتاه هست. المدرس: لمن هذه الأقلام يا محمد؟ ای محمد این قلم ها از آن کیستند؟ نگاه کنید در حین ترجمه کردن این قلم ها در اینجا هذه آمده ایستاده است و اقلام آمده ایستاده است. همه میداند که هذه اسم اشاره برای مفرد بود، همه خیلی است، برای جنسی زنانی تنها استفاده برده می شد هذه. اما در اینجا بعد هذه الاقلام آمده ایستاده است. اقلام این جمع می باشد، همه خیلی است، جمع، قلم ها. چرا لمن هؤلاء الاقلام نگفتیم؟ همه خیلی است. چرا لمن هؤلاء الاقلام؟ چون که جمع هذا و هذه جمعش هؤلاء میشد. اگر همون چی رو که اشاره میکنیم در نزدیک باشد، هذا هذه همشه هؤلاء میگفتند، اما در اینجا هذه. درس امروز ما درباره فهمانیدن همین مسئله می باشد. اول درباره هذه صحبت میکنیم. درباره چی؟ هذه. معلوم شده است که درباره اسم اشاره صحبت میکردیم. اسم الاشاره گفتیم در درس‌های گذشته، اسم الاشاره اسم يعين المسمى بواسطة الاشاره الیه. اسم اشاره اسمی می باشد که همون چیزی نامبر شده را یا که نامیده شده را معین میکند به واسطه اشاره به او کردن یا که به وسیله اشاره کردن یک چیز را معین میکند. و اسماء الاشاره هی، اسمهای اشاره اینها می باشند. هذا یکی از آنها چی بوده است؟ هذا. معلومات درباره هذا و یشار به للمفرد المذکر العالم و غیر العالم، یعنی با لفظ هذا اشاره کرده می شود برای مفردی مذکری عالم و غیر عالم. یا که می توانیم گفتند که اگر در غیر الله به کار برده شود برای عاقل و غیر عاقل. از نگاه اعراب گفتنی شویم هذا الهاء للتنبيه و ذا اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع مبتدا. هذه ويشار بها للمفردة. هذه باشد با این نیز اشاره کرده می شود برای تنها. نگاه کنید، اشاره کرده می شود برای تنها. والجمع غیر العاقل، و همچنین با هذه اشاره کرده می شود نه فقط برای تنها، برای جمع غیر عاقل هم اشاره کرده می شده است. فهمیدید؟ جمع عاقل آن جمعی را می نامند که وی عقل ندارد. مثلا قلم جمعش چگونه می شود؟ اقلام. این چگونه جمع است؟ جمع غیر عاقل. حمار، حمر، کلب، کلاب، اینها اسمهای چی می باشند؟ جمع غیر عاقل، یعنی به عقل. اگر ما یعنی که اشاره کرده گویم این خرها، این سگها گویم، باید که هذه را استفاده بریم. هذه حمر، هذه کلاب. فهمیدید؟ خب اما اگر یعنی معلم ها باشن، چی؟ معلم ها، هؤلاء
معلمون، هؤلاء مدرسات معلمات. فهمت؟ هذه ويشار بها للمفردة المؤنثة العاقلة وغير العاقلة. در اصل هذه برای اشاره کردن به کسب یا که چیزی تنهای زنانه عقلدار یا که بی عقل. هذه ملعقه، همه خلاص. هذه شوکه، چمچه. و چه؟ سه شاخه، چهار شاخه، ویلکه. نعم. هذه مسلمه. فهمیدید؟ برای عاقل یا که عاقله و غیر عاقله به کار برده می شود هذه را. همچنین والجمع غیر العاقل، هذه را نیز استفاده برده می شود برای جمع غیر عاقل، چیزی که در اینجا آمده است که لمن هذه الاقلام. چرا در اینجا هذه آمد؟ میگه که به خاطر الاقلام، همون که اشاره کرده ایستادیم جمع غیر عاقل می باشد. فهما. الهاء للتنبيه ذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا. هؤلاء ويشار به للجمع مذكرا كان أو مؤنثا. هؤلاء باشد با این اشاره میکنن جمع را، خواه و جمع مذکر باشد خواه مؤنث باشد. للقریب العالم، همون که در بالا گفتیم هذه اینها نیز برای قریب می باشد. برای چی؟ برای قریب. نعم. العالم الهاء للتنبيه وأولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا. اینها برای اشاره نزدیک بودن. ذلك ويشار به للمفرد المذكر العالم وغير العالم، يكي العاقل وغير العاقل البعيد، للمفرد المذكر البعيد. فهمت؟ ذا اسم إشارة نعم. ذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام حرف للبعد والكاف حرف للخطاب. تلك ويشار به للمفردة المؤنثة العاقلة وغير العاقلة. فهمت؟ تلك را استفاده برده می شود یا که با تلک اشاره کرده می شود برای تنها و زنانه و عقلدار و بی عقل، یا که دانا و نادان. والجمع غیر العاقله، یا که عالمه. و همچنین تلک را استفاده برده می شود، به کار برده می شود در اشاره کردن به جمع غیر عاقله. فهمیدید؟ میتونیم گفتن که تلك دجاجات، هم خلاص. تلك كتب. فهمت؟ تلك مسلمة، تلك مسلمة گفتن میشد. نه. خب هم خلاص. دوامت اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا، واللام حرف للبعد والكاف حرف للخطاب. أولئك ويشار به للجمع، وأولئك إشارة کرده می شود برای جمع، مذکرا كان أو مؤنثا، خواه و جمع مذکر باشد خواه مؤنث باشد. للبعید العالم، برای دور، در مسافه دور و با عقل باشند. أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدا، والكاف حرف خطاب، حرف للخطاب. اکنون درباره اقلام صحبت میکنیم.
تقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع. تقسيم شدن اسم بمفرد وبمثنى وبجمع. ينقسم الاسم باعتبار الإفراد والتثنية والجمع إلى 3 أقسام. يعني اسم از نگاه تنها و دوگانه و جمع به 3 قسم تقسیم می شود. فهمیدید؟ اسم از لحاظی چی؟ تنها بودنش، یا که دوتا بودنش دوگانه، یا که جمع بودنش به 3 قسم تقسیم می شده است. مفرد، اسمی مفرد می گویند. فهمیدید؟ اسمی مفرد می گویند و هو ما دل على واحد او واحده. اسم مفرد آن اسمی را می نامند که دلالت به یک تای مردانه کند یا که به یک تای زنانه کند. مؤمن مثلا، مؤمن، مؤمنه، اینها اسم مفرد می باشد. دوم قسم اسم المثنى. مثنى چیست؟ وهو ما دل على 2 أو 2 بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده. اسم دوگانه آن اسمی را می نامند که دلالت به 2 تای مردانه کند یا 2 تای زنانه کند. یعنی که اسمی مثنی هم استفاده برده می شود آن را برای مذکر هم برای مؤنث. با علاوه شدنی یا که با علاوه کردن الف و نون در حالت رفع، یا که با علاوه کردن یا و نون در حالت نصب و جر در آخری شکل تنهایش. مثلا وقتی ما گفتیم مؤمن، مؤمن اسم دوگانش مؤمنانی یا که مؤمنینی. مؤمنة، مؤمنتان، مؤمنتين، مؤمنان در حالت رفع ایمنیت الپدر، مؤمنین در حالت نصب و جر وینیت و ردیت الپدر میشد. نعم. خب و جمع سیوم قسم اسم جمع می نامند. جمع چی را می نامند؟ چی گفتنیه؟ و هو ما دل على اکثر من 2 او 2. اسم جمع آن اسمی را می نامند که دلالت به بیشتر از 2 تای مردانه کند یا که 2 تای زنانه. از 2 تا مرد جنسی مردانه بیشتر، از 2 تا جنسی زنانه بیشتر را جمع می نامند. و هو 3 انواع. همین جمعی که از 2 تای مردانه یا که از 2 تای زنانه بیشتر می باشد در نوبت خود به 3 قسم تقسیم می شود. یکم جمع مذکر سالم. جمع مذکری سالم می گویند. و هو ما دل على اکثر من 2 بزیادت واو و نون او یاء و نون على مفرده. جمع مذکر سالم آن جمع را می نامند که دلالت به چی می کند؟ به بیشتر از 2 تای مردانه کند. مذکر گفتیم که جمع مذکر سالم بیشتر از 2 تای مردانه، بیشتر از 2 تای مردانه کند با علاوه کردن واو و نون. واو و نون در آخرش علاوه می شود. مثلا مؤمنون، مؤمنون، یا که یا و نون علاوه می شود در آخری شکل تنهایش. مؤمن، مؤمنون، مؤمن، مؤمنین، مؤمنین، مؤمنون در حالت رفع در ایمنیت البدش، مؤمنین در حالت نصب و جر. این را به خاطر آن جمع مذکر سالم می نامند که در حین جمع کردن، در وقت جمع شدن این اسم تنها، صورت تنهای او
دیگرگون نمی شود، سالم می ماند. مؤمن در آخرش واو و نون علاوه می شود، مؤمنون، مؤمنون اون علاوه می شود، مؤمن یا نون، مؤمنین. ریشه کلمه یعنی که اصل کلمه دیگرگون نمی شود. دویم نمود جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم میگویند و هو ما جمع بألف و تاء مزیدتین علی مفرده. جمع مؤنث سالم آن جمع را مینامند که وی را با الف و نون زیادتی در برابر شکل تنهایش جمع کرده می شود. مثلا مؤمنه، مؤمنات، مسلمه، مسلمات. فهمیدید؟ نه. این را جمع مؤنث سالم به اون خاطر مینامند که در حین جمع شدن صورت تنهای او، شکل تنهای او دیگرگون نمی شود. سیوم جمع و جمع تکسیر، جمع شکسته میگویند، جمعی که در حین جمع شدن یا که در حین جمع کردن میتونیم گفتن صورت تنهایش دیگرگون می شود، می شکند و ایرام می شود. و هو ما دل على اکثر من اثنين او اثنتين مع تغیر فی صیغه مفرده. جمع شکسته آن جمع را مینامند که نیز دلالت به بیشتر از دو تای مردانه یا که بیشتر از دو تای زنانه کند. فقط فرقش چی بود از دیگر جمع ها؟ با دیگرگونی در صورت تنهایش، صورت تنهای او ویرام می شود. مثلا رجل جمعش رجال، حرکت ها دیگر شدن، حرف ها دیگر شدن، زیاد و کم می شوند. جمع شکسته اساسا 6 تا صورت دارد میگویند، 6 صورتی دیگرگونی دارد. اینه در کتاب های یعنی که کلان میگذاریم انشاءالله. نه، جمع شکسته را استفاده برده می شود هم برای عقلا و هم برای غیر عقلا. وقتی که برای غیر عقلا استفاده برده شود آن را از میگم. و هذا الجمع یأتی للعاقل و غیر العاقل، یعنی مقصد به عربی شو گویم خوبتر میشه. این جمع را یعنی جمع شکسته را، این جمع شکسته هم برای عقل دارها می آید و هم برای بی عقل ها. فهمیدید؟ رجل رجال با عقل است یا که بی عقل؟ با عقل است اگر چنده که بی عقلی از او صادر شود. نعم. کلاب، کلاب با عقل است یا که بی عقل؟ بی عقل است گرچنده که با عقلی کند. نعم. فاذا اتى لغير العاقل، وقتی که جمع شکسته برای غیر عاقل آید، فیعامل معامله المفرده المؤنثه. گوش کنید، وقتی که جمع شکسته میگوید برای غیر عاقل آید، خیلی که در بالا ذکر شد اقلام، وقتی که جمع شکسته برای غیر عاقل آید با اون معامله کرده می شود طوری که معامله کرده می شد با شخصی تنهای زنانه یا که به چیزی تنهای زنانه، یک چیزی تنهای زنانه را چگونه معامله کرده می شود. مثلا این چمچه چگونه می گوید؟ هذه ملعقه، جمعش هم همین طور می شود، هذه ملاعق. فهمیده؟ طوری که به همون تنهای زنانه معامله کرده می شود با جمعش نیز همین طور معامله کرده می شود. یعنی به اون معنا که اسم اشاره را مفردش را ذکر کرده می شود و ضمیر آیت نیز همین طور می گوید. مثلا یک کس می پرسد که این الملاعق، یعنی چه چمچه ها در کجا هستند؟ میگید که هی هناک، هی هناک و ها در آنجا هستند. هم نمیگوید،
هم گفته نمی شود، چون که هم برای جمع اقلا می باشد. هی به خاطر چی ما هی گفتیم؟ زیرا ما گفتیم که جمع شکسته یعنی چی؟ یا که کلی جمعی که برای غیر عاقل باشد و ایرو معامله کرده می شود مثل معامله مفردتون مؤنثه. فهمیدید یا که خودم فهمیدم؟ بارک الله فیکم. نه، برای خاطر همین است که مدرس خطا نکرده است، گفته است که لمن هذه الاقلام یا محمد، ای محمد این قلم ها از آن کیستند؟ از آن کیان این قلم ها؟ یا حرف نداء مبنی على السكون لا محل له من الاعراب، محمد منادى مبني على الضم. لماذا منادى هنا مبني على الضم؟ لأنه مفرد علم، لأنه مفرد علم. برای خاطر آن که این مفرد علم می باشه. اگر به جای محمد رجل میشد چگونه میگفتیم؟ لمن هذه الاقلام یا رجلان یا رجلون یا رجلین یا رجلو یا مدرسو یا رجلو. اگر میگفتیم که یا رجلو بس اعرابش چگونه میشه؟ یا حرف نداء مبنی على السكون لا محل له من الاعراب حرف. نعم نعم. رجل منادى مبني على الضم. لماذا؟ لأنه نكرة مقصودة، نكرة يوكي نكرة مقصودة. این نکیری قصد کرده شده، یعنی گرچنده که صورتی اون نکیره باشد ما یک شخصی معین را در نظر داشته میگیم که یا رجل گفته، یعنی تو را گفتی سودم یا رجل لمن هذه الاقلام. اگر این نکیره غیر مقصوده می بود، یعنی این نکیره که مثلا یک شخص معین را در نظر داشته نشود، در اون حین مرفوع نمی شد، منصوب می شد. یا رجلا می گفتم تنبه ای مرد آگاه باش. ای مرد گفته تو رو نگفتی سوم، یعنی این دستور حالتا. یا غافلا ای بخبر، تنبه با دقت باش. یا غافلا ایش که در این حین خفه نمی شود. نه. المدرس لمن هذه الاقلام یا محمد، ای محمد این قلم ها از آن کیستند؟ محمد در جواب می فرماد که هی لی یا استاد، اینها از آن من می باشند. اینها یا که وای ها، هی مهم در اینجا هی این چه جانشین شخصی تنهای مؤنث برای استفاده برده شده ایستاده است. برای چه؟ برای جمع غیر عاقل. وای ها از آن منند ای استاد. نعم. خب المدرس هي جمیلة جدا، وای ها به حد زیبااند. همون قلم ها به نهایت زیبایند. گفتی مردم یک طرف ذکر نمی کنم، جدا هم زیبایند میگویم، جدا هم. نه، هي جمیلة جدا. نگاه کنید در اینجا هی آمد و جمیلة آمد. معلوم میشده است که اگر جمع شکسته غیر عاقل باشد و رو گفتیم که همچون مؤنثی مفرد چی کرده می شود؟ استعمال کرده می شود. در اینجا جمیلتون مفرد آمده ایستاده است و مؤنث آمده ایستاده است، اما جمع را در نظر داشته می شود. وای ها زیبااند، وای ها زیبایند گفته ایستاده است. و هذه الكتب الجديدة اهی لک، و آیا این کتاب های نو یا که و این کتاب های نو آیا وای ها از آن تو هستند؟ در اینجا نیست الكتب الجديدة، الكتب منعود
الجدیدة نعت. اگر پرسن که چرا در اینجا الکتب آمد و الجدیدة آمد، میگه که الکتب جمعی تکسیر می باشد، جمع تکسیر یعامل معاملت المؤنثی یا که المفردة المؤنثه، جمع شکسته را چیکار کرده می شود؟ اگر برای غیر عاقل باشد وی رو معامله کرده می شود مثل معامله مفرده مؤنثه. محمد می فرماد که لا هی لحامد، نه وی ها از آن حامد هستند. المدرس این دفاترکم یا اخوان، دفترهای شما در کجا هستند ای برادرها؟ علی می فرماید که هی هنا علی هذا المکتب، وی ها در اینجا در بالای میز هستند. برای چی المکتبی شد؟ کی جواب می دهد؟ برای چی المکتبی شد؟ یک نفر طرفی راست من. برای چی نه خطا شد، برای طرفی بود چپ سر میکنیم. برای چی المكتبي شد؟ هي هنا على هذا المكتبي، لا خطأ، احسنت بارك الله فيك، لأنه بدل، چونکه بدل شده استاده است. گفتم که هر الف لام، هر اسم معرفه که با الف لام معرفه شده باشد و آن را بعد از حرف جر ذکر کرده شود، بعد از چه اسم اشاره ذکر کرده شود، بدل می شود. بنابراین حکمی المبدل منه را می گیرد. معلوم می شده است که هذا در محل جر می باشد به حرف جر، ولی آن را برای چی جر کرده نتوانید؟ جر کرده توانست، ولی چی محلن در محل جر می باشد، چون که اسمهای اشاره همشون مبنی می باشند. نعم، این بود بارک الله فیکم درس امروزی ما. نعم، این نحن تمارين مشقا الكلمات الجديدة للدرس السادس عشر، كلمة های نو برای درس 16. قلم این شکل تنها می باشد، مفرد می باشد، در طرف راست مفرد را می نویسد. اقلام این جمع می باشد، جمع شکسته غیر عاقل می باشد. این رازی نیز در طرف راست می نویسد و در طرف چپ باشد، معنای مفردش را می نویسد همین طور تا به آخر. تمارین مشقها تأمل الامثله الاتیه، مثال های در پایان می آمده را تأمل بکن، اندیشه بکن، یعنی چه فکر خودت را در کار درآر. المفرد تنها، هذا طالب جدید، این دانشجوی نو است، هو من بلژیکا، و از بلژیم می باشد، آنجا که برادری شمیل ما هست. نعم، هذا طالب جدید، این دانشجوی نو است، هو من بلژیکا، و از بلژی است. در اینجا مفرد می باشد، همه خیلی است. نعم، الجمع جمع را ببینید. هؤلاء طلاب جدد، اینها دانشجویان نوند، هم من بلژیکا، ایشان از بلژیا هستند. در اینجا کدام جمع می باشد؟ صحبت درباره جمع رفته ایستاده است. طلاب کدام نمودی جمع می باشد؟ جمعی شکسته می باشد، اما للعقلاء، برای عقلدارها، طالبهای با عقل، عقلشون در جاش، سالم عقل. نه. المفرد، باز مفرد را ذکر میکنه، مفردی غیر عاقل. هذا کتاب جدید، این کتابی نو است، هو من بلژیکا، و از بلژیا است این کتابه. نه، الله علم چگونه کتاب است. الجمع، اکنون جمع کتاب را بینید. هذه کتب جدیده، اینها کتاب های نوند.
این کتاب های نو نه، این کتاب های نو نه، اینها مبتدا کتاب های نوند. این جمله خبر می شود یا که گوییم دوامش. اگر ما گوییم که این کتاب های نو، جمله باید دوام می داشت. مثلا میگویم که هذه الكتب الجديدة رخيصة یا که غالیة میتونستیم گفتن. این کتاب های نو چی ارزان می باشند، بها یعنی گران بها می باشند. هي من بلجيكا ويها از بلجيا. الثاني حول المبتدا في كل من الجمل الآتية إلى جمع. مبتدا را در هر جمله از جمله های می آمدگی به جمع برگردان. ویها شکل تنها آمدگی هستند، ویها را چی جمع بکن. هذا بيت، هذه بيوت. بيوت من أي أقسام الاسم؟ جمع. ما هو الجمع؟ الجمع هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، صح؟ وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، صح؟ جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم، وجمع التكسير. بيوت من أي أنواع الجمع؟ جمع التكسير للعقلاء أو لغير العقلاء؟ لغير العقلاء. إذن تعامل أو يعامل هذا الجمع معاملة المفردة المؤنثة، صح؟ برای خاطر نمین است که این جمعی غیر عقلا بودنش به چکار کردن؟ معامله مفرده مؤنث کرده شد. هذه بيوت، هذا نجم، هذه نجوم، هذا درس، هذه دروس إلى آخره. نعم. الثالث أشر إلى الأسماء الآتية باسم إشارة مناسب للقريب. با اسمهای زیرین اشاره بکن، با اسمهای اشاره مناسب که ویها برای نزدیک می باشند. هذا، هذه، هؤلاء. رجل، رجل، هذا رجل أو هذه أو هؤلاء. هذا رجل. رجال، هذا رجال. صحيح أم غلط؟ غلط. والصحيح هؤلاء رجال. لماذا؟ لأن الرجال جمع تكسير للعقلاء. كلب، هذه، هؤلاء، هذا. والصحيح هذا كلب. كلاب، هؤلاء كلاب. صحيح؟ هذه كلاب. لماذا؟ لأن كلاب جمع تكسير لغير العاقل أو لغير العقلاء. نعم. الرابع چهارم أشر إلى الأسماء الآتية باسم إشارة مناسب للبعيد. این هم مانند همان یعنی مشق سیوم میفرماید که با اسمهای زیرین با اسم اشاره مناسب که برای دور است اشاره بکن. ذلك تلك اولئک، ذلك طالب، طلاب، اولئک طلاب. نجم، هذا نجم. نجوم، تلك نجوم. الأسئلة سوالها. اذكر تعريف اسم الإشارة، اذكر تعريف المفرد، تعريف المثنى، تعريف الجمع، تعريف جمع المذكر السالم، تعريف جمع المؤنث السالم، تعريف جمع التكسير. أعرب ما يأتي. هذه بيوت، تلك الكتب جميلة. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.